سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. وقتتون بخیر. سلام علیکم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سعید هستم از شیراز مزاحمتون میشم. آقا سعید، حالتون خوبه؟ ممنون مرسی آقای انصاری. سلامت من باشید. کلیپای اول برنامه‌تون ندیدم آقای انصاری، بخوام درباره‌اش صحبت کنم. کلیپ اول برنامه این بود که یک آخوندی میگه که 1 میلیارد مسلمان شیعه ما داریم در دنیا. خب حالا شاید هم داشته باشیم، شاید هم نداشته باشیم. حالا این آمار دقیق کس نمیتونه در بیاره که حالا کجاش مهم این صحبت. خب در مورد جنایات امام زمان صحبت کردیم که نه تا اونجا در مورد که من میدونم تعداد سنی‌ها بیشتره. خب این آخوند میگه که از 1.5 میلیارد مسلمان 1 میلیارد شیعه است. نه تعداد سنی‌ها این همه دیگه میدونن که اهل تسنن تعدادشون بیشتره. حالا خب این دروغ شاخداری بود که یک آخوندی گفت. دیگه ما موضوعی که صحبت کردیم در مورد جنایات امام زمان بود. البته امام زمان غیر از اون مهدی است که از نسل اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. ما سندهایی رو نشون دادیم از کتب معروف شیعه که امام زمان در آخر الزمان کعبه رو منتقل میکنه به کوفه و خلاصه مسجد الحرام رو خراب میکنه، مسجد پیامبر رو خراب میکنه. در این مورد نظر شما چیه آقا سعید بزرگوار؟ حالا اینی که کعبه رو منتقل میکنه از مکه به کوفه، به نظر من این یه والا بگم جوکیه، بگم توهمه، بگم چیه. و تو کتاباتون اومده، من چیکار بکنم؟ تو کتاباتون اومده برادر عزیز، من چیکار کنم؟ ولی به هر حال آقای انصاری، من یه موضوعی که اجازه میخوام اصلا درباره‌اش صحبت کنم اینه. آقا سعید در این مورد صحبت بکنید خواهشاً. آقا سعید در این مورد صحبت بکنید. نظر شما در مورد کسی که در آخر الزمان بیاد کعبه رو خراب بکنه، مسجد پیامبر رو خراب بکنه و اجساد صحابه پیامبر رو در بیاره، بسوزانه، خاکسترش رو به باد بده، نظرتون در مورد این انسان چیه؟ به نظر شما این انسان اول این جنایت هست یا نیست؟ نمیدونم واقعا چی بگم، ولی فکر نکنم کسی این فرمه مسلمانی که قرار بیاد به حساب مسلمان نجات بده، یه مسلمان واقعی بتونه همچین کاری حرمت کنه به حرم حضرت محمد صلی الله علیه یا صحابه. خب امام زمان این کارو میکنه. امام زمان این کارو میکنه، در کتاباتون اومده. نه آقای صحبت چی آقای انصاری، ببین من در این صحبت رو تموم کنیم. آقا سعید بزرگوار، موضوع آخری که مطرح کردیم موضوع چیز بود که علمای شما میگن که اهل سنت کافر هستن، مباح الدم هستن. هر کسی که یک امام رو انکار بکنه مالش، خونش، ناموسش، همه چیزش حلال است. نظرتون در این مورد چیه؟ نگید که من همینطوری قبول ندارم و فلان، با دلیل رد بکنید. نه به خدا آقای انصاری من قبول ندارم، من خدا شاهد قبول ندارم این صحبتو. من چرا باید مثلا شما شیعه هستید یا نیستید؟ یه دوست که الان تماس شیعه هستید یا نیستید؟ من شیعه هستم. شما اگر فقط این اعتقاد رو داشته باشید که ابوبکر و عمر 1% هم مسلمان هستن، کافرید طبق فتوای علمای خودتون. نه آقا اشتباهه صحبت ها چیه های قبول ندارم. علمای خودتون میگه آقا سعید. نه آقا هر کی میگه اشتباه میکنیم صحبت ها چیه. عجب. اگر کسی بگه قرآن 17,000 آیه است، این قرآنی که ما داریم تحریف شده است، این هم اشتباه میکنه؟ والا اینجا که من نمیدونم، ولی تا اونجا که من میدونم، تا اونجا که کتابای معتبر شیندم قرآن تعریف نشده. یک نمونه از این کتابای معتبر رو بدید. کدوم کتاب معتبر؟ یک نمونه از این کتابای معتبر رو. یک کتاب معتبر که گفته باشه. من شنیدم. نه ببین همه اهل تسنن علمای شیعه و سنی اعتقاد دارن که قرآن تعریف نشده. نه اهل سنت این اعتقاد رو دارن، شیعه این اعتقاد رو نداره. در همه کتاب‌های شما
آمده هست که قرآن تحریف شده. واقعا من این کتابای اینجوری آیا انصاری اصلا مطالعه خیلی کمه، کتابای فقهی و دینی و اینا. اینو نگاه کنید آقای محترم، تو صفحه تلویزیون نگاه کنید، این کتاب اصول کافی جلد 1 در اینجا ببینید، در اینجا میگه که ان قرآن الذی جاء به جبرئیل علیه السلام الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. راستی قرآنی که جبرئیل برای محمد آورده است 17,000 آیه بود. این روایت آخرین روایت کتاب فضائل قرآن صفحه 478 کتاب اصول کافی. حالا این نظر منم میخواین آیه انصاری من قبول ندارم. حالا دیگه شما گفتید در کتاب‌های معتبر شما اومده که قرآن تحریف نشده. یکی از این منابع معتبر رو میتونید ذکر بکنید؟ والا نه، من نگاه آیه انصاری گفتم من این کتابا مثلا خیر آقا سعید بفرمایید. الان هر چی دل تنگت میخواد بگو، چون شما در یکی از برنامه‌ها شکایت کردید گفتید که شما وقت نمیدید به مخالفینتون صحبت بکنن و فلان. الان من خوبم یادتون هست. خب خدا بله، ما همه چیزا ضبط شده است اینجا، در همه چیز تحت سیطره است به قول عربا. آقای انصاری الان یه دوست که تماس گرفتن که شما برادری ما هستیم، ما با هم مشکل نداریم، واقعا اعتقاد من همینه، ولی خب یه دوست که هم ایمیل داده بود از شما شایدن انتقاد کرد. من یه قسمتایش رو قبول دارم آقای انصاری. گفته بود که مثلا دنیا شما رو وحشی میدونه، ولی من اعتقادم اینه که شما نه. ما ببینید آقای انصاری، ما الان چهره خوبی از اسلام درست نکردیم تو دنیا. این که میگم ما باور کنید همه ما مقصریم، ما حالا کم و زیاد داره ولی همه. بله آقا سعید، در حالی که به قولم دوست خدام یکی قرآن. من با شما موافقم در این مورد. چرا ما باید همدیگه رو محدود و دم و نمیدونم از این صحبت ها باشه، در حالی که آیا انصاری تو دنیا الان دارن. ببینید اگه مثلا یک کمونیست به شما زنگ بزنه، اون با شما بیشتر اختلاف عقیده خواهد داشت یا من شیعه مثلا؟ والا اعتراف علمای شما اینه که آقا سعید که ما هیچ مشترکاتی با هم دیگه نداریم. من چی میگم آقا سعید؟ ما داریم یه حرفا کدومه، ما سری مسائل جزئی که نباید باید بشه که خون و خوردی بشه. آقا سعید من موافقم. آقا سعید امین تاثیر زای طوفان قاطع. این طوفان قاطع چیه؟ الان من بهت میگم. طوفان قاطع حمله عربستان سعودی برای نابودی یک گروه جنایتکار، تروریست، وحشی، خونریز در یمن. همون بلایی که ایران آقا سعید ببینید آقا سعید بزرگوار نه آقای انصاری اصلا من حرفم کل تو عراق، تو سوریه، تو همون الان کشور آفریقای مسلمان الان داره مسلمان‌ها روزی هزاران مسلمان داره سر این مسائل پوچ بیاد. آقا سعید بزرگوار اگر یادتون باشه در زمانی که همه کشورها بر علیه حکومت منتخب مصر بودند و مسلمان‌ها در رابعه اعتراض کرده بودند و همه کشورها ساکت بودند در قبال اونها، شبکه وصال حق برنامه زنده داشت. ما از ملت مصر دفاع کردیم. در قضیه یمن ما از حق مشروع ملت یمن و از پشتیبانی دوستانه و برادرانه عربستان سعودی از مظلومین یمن دفاع می‌کنیم. در قضیه سوریه از ملت مظلوم سوریه دفاع می‌کنیم. در قضیه عراق از کسانی که هم در بین داعش و هم در بین این گروه‌های افراطی شیعه مظلومانه به شهادت میرسن دفاع میکنیم. ببینید این مسئله یک مسئله سیاسی است. ما در این اختلافات و این کشمکش‌ها و این کشتارهایی که در جهان صورت میگیره سببش فتاوای علمای شماست. شماها ما را مهدور و دم میدونید، شماها ما را قتلمون رو، تجاوز به نوامیس ما را جایز میدونید. منظور از شما همه شیعات اینجوری فکر نمی‌کنن. عزیزم آقا سعید، الان وقتی که من سنی، اعتقاد من سنی، من محمد انصاری اینجا بیام هر چی بدون دلیل بگم حجت نمیشه برای کسی.
اما صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کریم، تفاسیر ما، علمای ما، اینها برای ما حجت هستن. الان مثلا من بگم که آقا من بخاری رو هم قبول ندارم، مسلم هم قبول ندارم، تفاسیر اهل سنت هم قبول ندارم، لکن من سنی هستم. نه، این داره دروغ میگم. کسی این حرف بزنه داره دروغ میگه. شما علمای شما، من یک نمونهش الان شما به تلویزیون نگاه بکنید، من خدمتتون نشون بدم. این آقای سید نعمت الله جزایری است، در کتاب الانوار النعمانیه. این یکی از اسطوانه های دین شماست. در ایران هر سال بزرگداشت سید نعمت الله جزایری برگزار میشه. آقای خامنه‌ای شرکت میکنه در این مراسم. در صفحه 278 جلد 2 در این کتاب میگه که و خلاصه حرف این است که لم نجتمع معهم، ما با اهل سنت در هیچ چیز وحدت نداریم، نه بر خدا و نه بر نبی و نه بر امام، به خاطر اینکه یقولو ان ربهم هو الذي كان محمد صلی الله علیه و سلم نبیه و خلیفت بعده ابوبکر، به خاطر اینکه خدای اینها پیامبرش محمد است و خلیفه بعد از او ابوبکر است. و نحن لا نقول بهذا الرب، ما این پروردگار رو قبول نداریم، ولا بذلک النبی، این پیامبر هم قبول نداریم. بل نقول ان رب الذي خلیفت نبی ابوبکر لیس ربنا، میگه اون خدایی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشه این خدای ما نیست، و لیس ذلک النبی نبینا، و نه اون پیامبر ماست. از برای خدا سعید جان، اگر امروز آخوندهای شما واقعا طرفدار وحدت هستن، بیان علنا در شبکه هاشون بگن که این حرفی که آقای سید نعمت الله جزایری گفته اشتباهه، ما قبول نداریم. خب به هر حال آقای شما منظور خصوصیت خودتون نشون بدین. این شبکه شما، حالا من از اون اصلا دفاع نمیکنم، ولی خب شبکه شما هم به نظر من خیلی بیشتر از اون چیزی که شما بودید وقت نمیزنیم برای حالا وحدت و برای اینکه این مسائل پوچ بیارزش که کنار بره. نمیدونم ما سر اون اختیاری که توافق داریم به قول اصلا چه روزان این همه مسلمان بیگناه کشته بشه. سعید جان برادر عزیز، آقا سعید از شیراز، ببینید شما، ما یک برنامه آن روی سکه داریم، بحث آزاد است، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. بقیه برنامه هامون تعلیم قرآن هست، حفظ قرآن هست، برنامه سفره دل در مورد تربیت و خانواده هست، برنامه‌های یعنی کلا برنامه‌های اجتماعی، اخلاقی، تربیتی داریم. یک برنامه آن روی سکه هست که در این برنامه 4 تا کلیپ پخش می‌کنیم. یعنی در مقابل این همه اینهایی که شبکه‌های بیش از 99 شبکه داره ایران، حدود 32 شبکه داخلی رسمی، بیش از 32 شبکه است و بقیه هم شبکه‌های غیر رسمی که طرفدار ایران هستن در خارج، مثل امام حسین و نمیدونم اهل بیت و فلان و علان. همه اینها دارن به مقدسات ما فحش میدن، به ام المؤمنین عایشه فحش میدن، به اصحاب پیامبر فحش میدن. ما یک برنامه 3 ساعت در هفته داریم دفاع میکنیم. یک نمونه از توهین هایی که ما کردیم به مقدسات شما بگید. من سایتان که دایی نکردم که شما توهین کردیم مقدسات در تشیع. تشکر میکنم آقا سعید. حرف پایانیتون رو در 1 دقیقه بگید، با شما خداحافظی میکنیم. حرف متاسفانه یادم رهاتون پس کردیم، ولی خب خواهش میکنم بیشتر رفت بزنید. شما هم کم سر این مسائل نیست که بخواد باید اختلاف شه بین اهل تسنن و شیعه. یه چیزی آخر که بگم، فقط توی چهره زیش که از اسلام درست شده متاسفانه با ایمیل دوست و موافقم، دنیا ما رو وحش میزه، همه هم مقصریم، حالا کم و زیاد داره. تشکر آقا سعید جان. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما.